درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشین. البته خب هنوز روز نشده، هنوز یه جورایی شبه. ساعت حدود سه بعد از نیمه شبه. روز دوشنبه هستیم الان، میشه 27 بهمن. خب پیرو ویدیو قبلی قرار بود 24 بهمن اتفاقی بیفته، یه خبر خوب بیاد که خب خدا رو شکر اونجور که باید خبر اومد، به دستم رسید. خبر بسیار خوشحال کننده بود. حالا به دست شما شاید نرسیده، حالا بنا به دلایلی بالاخره متفاوته، شاید به دست شما نرسه، به دست من برسه. داستان اینه که خدمتتون عرض کنم چه اتفاقی قرار بیفته. ببینید، ما فردا و پس فردا بسیار مهمه برامون توی شرایطی که داریم، 28 و 29، سه شنبه و چهار شنبه. کلا این هفته مهمه. این هفته اگر اتفاقی نیفته، اگر ما درگیری نداشته باشیم، اگر اتفاقی نیفته و شرایط نرمال جلو بره، نظر من اینه که تا 15 فروردین دیگه خبر خاصی نخواهد بود. یه کمی کلا این داستان ها یه کمی آرومتر میشه و فعلا به نظرم قرار نیست خیلی اتفاق خاصی بیفته. اما اینی که بگم 100% این اتفاق حالا حتما هست، نه. من نظرم اینه، احتمالم داره نه، اصلا تو همین تایمی که خوش خیالی ما باشه یه سری اتفاقات بیفته، کاری به این موضوع ندارم. ولی داستان اینه که ما در سال جدید حتما شرایط بهتر از الان خواهیم داشت و اون چیزی که من باید میدیدم و متوجه میشدم و متوجه شدم، اون خبری که قرار بود به دستم برسه به دستم رسید. خدمتتون عرض کنم که سال جدید سال بسیار خوبی خواهد شد و به هر حال طی چند سال آینده ایران به کشور بسیار خوبی تبدیل خواهد شد. شرایط زندگی بسیار خوب خواهد شد. سعی میکنم ویدیو کوتاه باشه، ولی اگه نشدم یه تیکه از این ویدیو رو به عنوان ویدیو کوتاه براتون میذارم. کلیت ماجرا خدمتتون عرض کنم این که ما طی چند سال آینده، یعنی تقریبا شروع شده، یه اتفاقایی داره میفته و قراره بیفته طی 1-2 سال آینده، طی 3 سال آینده قرار یه سری اتفاقا بیفته. قراره خدمتتون عرض کنم تو کل دنیا جایی بهتری برای مردم بشه و حکومت‌های دیکتاتوری و کلا دیکتاتورها ساقط بشن، از بین برن، طبق حالا انقلابا و چیزایی که اتفاق میفته و کلا مستثنا هم نیست. هر کشوری، هر حکومتی که دیکتاتوره فرقی نمیکنه دیگه. حالا اسم نمیبرم یکی یکی، البته این از قبل شروع شده، نمونه هاش هم داشتیم، الان داره یکی یکی بیشتر و بیشتر میشه. من میگم طی 2-3 سال آینده یه پاکسازی میکنیم، نظم جهانی قرار این اتفاق توش بیفته و ما یه چیزی حول و حوش 30 سال خوب خواهیم داشت. یعنی ما یه چیزی حول و حوش 30 سال خوب از الان، اگه 2026 حساب کنیم تا 2056، 30 سال خوب خواهیم داشت، با امنیت بیشتر، با دیکتاتوری کمتر، با زندگی بهتر برای افراد صلح طلب و رشد و شکوفایی های زیادی اتفاق میفته. خدمتتون عرض کنم که پس نوید بخش این هست که آینده بسیار خوبیه برای نسل جدیدی که دارن الان تازه اومدن. این نسلی که الان حالا یه چیزی هولوش 10 سال تا مثلا 20 سال هستن یا حتی کمتر، برای همه اینا خوبه. یک تایم 30 ساله بسیار خوب خواهیم داشت. تغییرات شروع شده، دیکتاتورها سقوط خواهند کرد و آزادی بسیار خوب خواهد شد، زیاد خواهد شد در دنیا. بحث کلن دارم میکنم، بحث کشور ما فقط نیست. و سال دیگه ما شرایط بهتری نسبت به امسال خواهیم داشت. یک مقدار فشارهایی به هر حال هست توی این روزها و ادامه دار خواهد بود
ولی نظر من اینه، خدمتتون عرض کردم، اگر این هفته اتفاقی نیفته و ما این هفته رو به خیر و خوشی مثلا فردا و پس فردا بگذرونیم و درگیری دوباره نداشته باشیم، تنش نداشته باشیم و حالا اسمایی که روش میذارن نمیخوام حالا خیلی بیام بحث کنم روش، به نظرم دیگه توی ماه اسفند خیلی خبری نیست، تا 15 فروردین خیلی خبری نیست، ولی بین 15 فروردین تا 15 اردیبهشت دوباره ما درگیری، دوباره تنش، دوباره قطعی اینترنت و به شدت بیشتر از این مدتی که توی دیتا بهمن بود داریم و خودتون رو پس واسش آماده کنید. امیدوارم که شرایط خوب بشه قبل از این که برسیم به این داستان. امیدوارم توی همین قبل از عید، قبل از سال جدید همه چی اوکی بشه، ولی اگر نشد شما در جریان باشین. نظرم اینه. حالا اینی که نمیدونم آمریکا 1 ماه وقت داده و این چیزا من بحثی روش ندارم، خب چون احتمالم داره یه دفعه ما تو قبل از عید یا تو ایام عیدم اتفاق برامون بیفته، یه سری اتفاق بیفته، جنگ بشه، هر اتفاق قرار بیفته، نمیدونم. ولی کلیت ماجرا اینه که ما سال آینده سال خیلی خوبی خواهیم داشت مطمئناً. اون خبر خوبه به دست من رسیده، خبر خوبه به دست شما شاید نرسیده باشه، شاید متوجه نشده باشین، مهم نیست. فقط همینو بدونید که سال آینده سال خوبیه، شرایط بهتریه، اما ما یک دوره گذر داریم، باید از این دوره بگذریم، از این شرایط سخت بگذریم. مواظب خودتون باشین، مواظب خانواده‌تون باشین، مواظب عزیزانتون باشین. واقعا امیدوارم که 1 نفر کم نشه از جمعمون. واقعا تعداد زیادی رو از دست دادیم متاسفانه. یک کمی سر پا شدم بعد از مدت ها، فعالیتم رو شروع نمی کنم فعلا، نمیتونم واقعا، ولی سر پا شدم، حداقل میتونم به امور روزمره و ورزشم برسم. نمیخوام خیلی ویدیو طولانی بشه، نمیخوام خیلی صحبت عجیب غریب بکنم، ولی خواهم گفت که بهتون سال دیگه همین موقع ها شاید خیلی خوب خواهد بود. یعنی من میگم 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه، من نظرم اینه. ولی بحثم اینه که حالا اینی که بخوام خیلی امیدوارتون کنم به امسال، زیاد روش اوکی نیستم خودم. صحبتام هم طولانی شد، همینو پست میکنم، یه تیکشم ویدیو کوتاه میکنم که اگه دوستانی که حوصله‌شون نمیشه ببینن. فقط نوید رو بهتون میدم که شما از سال آینده سالهای خوبی خواهیم داشت به مدت 30 سال. شرایط خوبی در دنیا و آزادی و امنیت خوبی خواهیم داشت، اما واسه همین داستانی که من میگم هم باید خودمون آماده کنیم دیگه. مثلا حساب کن شما میخواین مهمونی با خودتون آماده کنین یا نه، واسه شادی با خودتون آماده کنین یا نه. ولی منظوری نیست که بریم شادی کنیم، نه، منظور دارم فقط مثال میزنم، میگم که واسه اون زمانی که به آزادی و صلح و شرایط خوب میرسیم هم باید خودمون رو آماده کنیم تا بتونیم پیشرفت کنیم، تا بتونیم زندگیمون رو بسازیم، تا بتونیم زندگی فرزندامون رو بسازیم. و خودم برنامه‌های زیادی داشتم، از این حال در بیام، شرایط خوب بشه، همه چی اوکی بشه، اون چیزی که فکر میکنم اتفاق بیفته فعالیتمو شروع میکنم. ولی الان نه، واقعا تا پایان سال مطمئنم نمیتونم، اینو بهتون قول میدم. اما اگر یه سرمایه گذاری بود بهتون قول داده بودم بچه‌ها که بهتون بگم چون تایم خریدش هنوز نرسیده، فقط میخواستم قبلش بگم که واقعا چجوری اون سرمایه اولیه‌اش رو جور کنیم، که متاسفانه رسیدیم به این داستانا و نشد. سعی میکنم حالا یه ویدیو کوتاه بگیرم بگم چجوری این کار رو انجام بدین. یه سرمایه گذاری دلاری بین 4 تا 10 برابر پولتون از لحاظ دلاری میتونه رشد کنه. کمترین حالتش 4 برابر، بیشترین حالتش هم من میگم 10 برابر. حالا این چیه، چجوریه، چیکار باید بکنیم، در موردش فعلا صحبت نمی کنم. حتما اگه دیرم داره نزدیک میشه به خریدش حتما بهتون میگم، ولی الان فعلا نیاز نیست. فقط بدونید که اگه حالا شرایط یکم به حال عادی برگشت و چیزی که من میگم اتفاق افتاد، یعنی ما رسیدیم به
بهمنی که دیگه تموم شده و اسفندی که آروم شده شرایط و همه چی اوکی، زندگی ها حالا نمیگم روال عادی به یه نرمالی رسید، اون موقع یواش یواش بهتون میگم که چجوری اون سرمایه اولیه رو جور کنید که اگر حتی به اون چیزی که من میگم هم نرسید ضرر نکرده باشید. همینو خدمتتون عرض کنم. فقط دوستان که منو میشناسن یادشون باشه یه بار دیگه انجام دادیم و 5 برابر کردیم لحاظ دلاری در اون سرمایه‌مون رو. الان هم دوباره این کارو میتونیم بکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.